برو بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. بیا تا مهربانی پیشه سازیم و مشت زرق و بر خود را نوازیم. چه آمد بر سر اقوام و خویشان که گردی جمعشان اینطور پریشان. چرا فامیل ها از هم جدایند؟ چرا دوستان رفیقان بی وفایند؟ چرا خواهر ز خواهر می گریزد؟ برادر با برادر می ستیزد؟ چرا دختر ز مادر ننگ دارد؟ پدر با بچه هایش جنگ دارد؟ چرا مهر و محبت کیمیا شد؟ همه دوستی رفاقت ها ریا شد. نبینم خنده ای بر روی لبها، نه روز آرامش داریم نه شبها. نه کس را لحظه ای آسوده بینی، به صد کار جمله را آلوده بینی. نه پولدار را ز پولش لذتی هست، نه نادار را به جای عزتی هست. نه آسایش نه آرامش نه راحت، همه مشتاق یک آن استراحت. نبینی یک نفر را که کسل نیست، پر از دلها به جای درد دل نیست. همه درگیر نوعی استرابند، چه نفرین گشته دایم در عذابند. به خود آیید عزیزان راه کج شد، از این روز زندگانی ها فلج شد. چه مردم را عوض شد زندگانی، شده این زندگانی زندمانی. همه چیز هست روز خوش نبینیم، مدام سر در گریبان می نشینیم. به ظاهر خانه هامون کاخ شاه است، درونش یک جهان اندوه آه است. در و دیوار کاشی و سنگ است، ولی هر خانه یک میدان جنگ است. تمام خیر و برکت ها برافتاد، طبیعت با شما مردم در افتاد. چرا این گونه شد از من کنید گوش، شده مهر و محبت ها فراموش. دیگر از فضل بخشش ها اثر نیست، ز انصاف و مروت ها خبر نیست. شده نایاب صفا و مهربانی، تعارف ها همه سرد و زبانی. عموجان خالجان دیگر نگوییم، برای مرگ هم در آرزوییم. یکی حج می رود سالی 2-3 بار، کنارش خواهرش نادار و ناچار. یکی با سود پولای نزولی، رود مکه به امید قبولی. یکی از کربلا و شام گوید، برای فخر بر اقوام گوید. یکی نازد به ماشین و به باغش، یکی باد تکبر در دماغش. یکی انگار از بینی فیل است، ز بس خودخواه و مغرور و بخیل است. یکی وقتی به ماشینش سوار است، فقط مثل بتی از زهر و مار است. چنان در قبقبش باد و غرور است، که گویی از نجات سلم تور است. تمام کارها گشته ریایی، نجابت شد عوض با بی‌حیایی. بزرگترها ندارن احترامی، و محتاجان نداریم اطمینانی. همه چسبیدن جیب و کار خود را، به فکرن تا ببندن بار خود را. کسی را با کسی کاری نباشد، اگر باری بود یاری نباشد. فقط دنبال نفع و کار خیشند، به فکر گرمی بازار خیشند. نه در فکر حلال و نه حرامند، همه دارن ولی نعمت زوالند. برای پول درارن چشم هم را، به هر گندی نمایند پر شکم را. ز بس حرص و طمع در سینه دارند، مدام با هم چه دشمن کینه دارند. شرف را مثل کالا می فروشند، برادرها برادر را بدوشند. هنوز بابا نمرده سردماغ است، سر میراث دعوا داغ است. همه در عالم دیگر بگردند، عبوس و مخص و بی احساس سردند. چنین مردم دیگر خیری نبینند، اگر قارون شوند بازم همینند. خلاصه دوستان دانید چه کاریم، همگی بر خر شیطان سواریم. یا تا دست یک دیگر بگیریم، ضمانت نیست تا فردا نمیریم.